Hi guys, welcome to my English channel. سلام به همگی، خوش اومدید به کانال زبان من. امروز میخوایم درس دوم از کتاب Evolve 1 رو با هم ادامه بدیم. 2.5 Lesson Objective Compare information about friends and family. موضوع درس مقایسه کردن اطلاعات درباره دوستان و خانواده. Time to speak. زمان برای حرف زدن. True for me یعنی این درسته برای من. A. Which family members are in the picture? میگه که داخل این عکس کدام یک از اعضای خانواده هستند. با توجه به عکسی که داریم میبینیم خب ما افراد مسن‌تر رو داریم، یعنی grandfather، grandmother. افراد یکم جوانتر از اونا رو داریم که احتمالاً father، mother. فرزندانی رو اینجا میبینیم که میشه daughter and son و همینطور احتمالاً بچه‌های کوچیک نوه های این پدر بزرگ و مادر بزرگ هستند که میشن grandchildren. Compare your ideas with a partner. مقایسه کنید ایده‌تون رو با یک پارتنر. B. Prepare. Prepare به معنای آماده شدن هست. یعنی این قسمت رو باید انجام بدید تا برای قسمت‌های بعد آماده بشید. Complete the sentences so they're true for you. میگه که کامل کنید جملات رو با عبارت‌هایی که برای شما درست هستن. توی این قسمت باید با توجه به خواسته‌ای که توی پرانتز از ما داره ما جمله رو نسبت به اون شخصی که از ما پرسیده کامل کنیم. مثلا توی جمله اول nationality یعنی ملیت. جمله رو با هم میخونیم ببینیم که ملیت کی رو از ما خواسته. My mom is Iranian. مادر من هست ایرانی. 2. Age راجب سن هستش این جمله. My dad is 51. پدر من هست 51 ساله. 3. Name راجب اسم هستش. My grandmother is فاطمه. اسم مادر بزرگ من فاطمه هست. 4. City راجب شهر هستش. My grandfather is from همدان. پدر بزرگ من از شهر همدان هست. 5. Personality راجب شخصیت اون فرد هست. My best friend is funny. دوست صمیمی من بامزه هست. 6. Month به معنای ماه هستش. My birthday is in June. تولد من توی ماه جون هستش. شما باید این اطلاعات رو با توجه به اطلاعات شخصی خودت پر کنی. همه این مطالب رو ما توی بخش‌های قبلی با هم دیگه کار کردیم مفصل و این صفحه در واقع حکم مرور کلی راجع به مطالبی که توی اون درس و درس‌های گذشته یاد گرفتیم رو داره. اگر حس می‌کنی هر کدوم از این مطالب رو بلد نیستی، مثلا راجع به سن، ماه‌های میلادی یا بقیه موارد، باید به درس‌های گذشته برگردی اگر نگاه نکردی و اونا رو حتما نگاه کنی. C. Discuss. Discuss فعل هست به معنای بحث کردن. Say your answers from exercise B. میگه که جواب‌ها تو از تمرین B بگو. Your partner says true for me or not true for me. میگه که پارتنر تو باید بگه که این برای من درسته یا اینکه برای من درست نیست. Then change roles. سپس میگه نقش هاتون رو عوض کنید. مثالی که پایین زده مثلا My mom is Brazilian. Not true for me. یکی از افراد ملیت مادرش رو گفته، مثلا شما به یک شخص دوم باید این رو بگی و اون مثلا میگه که برای اون درسته یا درست نیست و برای گفتنش میتونه از این عبارت استفاده کنه true for me or not true for me. و مثال دوم My dad is 50. میگه پدر من 50 سالشه و نفر دوم که گویا اون هم پدرش 50 سالش بوده داره میگه که true for me.
برای من درسته، یعنی ما مشابه هم هستیم. توی این قسمت فقط کافیه که عبارت true for me و not true for me رو یاد بگیرید. برای اینکه به کسی بگی تو این مورد خاص شبیه من هستی، برای منم صدق میکنه، یا اینکه بگی شبیه من نیستی. D. Read the instructions then talk to people in your class. میگه که دستورالعمل‌ها رو بخونید، سپس صحبت کنید با افرادی که داخل کلاس هستن. من دستورالعمل رو براتون میخونم. اگر پارتنر زبان دارید، دوستی که بلد هست یا از اعضای خانواده‌تون کسی بلد هست، میتونید این رو باهاش انجام بدید. 1. Walk around the class. Say hello to someone. میگه که راه برو اطراف کلاس و به یک نفر سلام کن. 2. Say your answers from exercise B. Your partner say true for me or not true for me. میگه که جوابها توی تمرین B بگو. پارتنرت باید بگه که برای اون درسته یا نه. 3. Change rules. میگه نقش هاتون رو عوض کنید. همون شخصی که انتخاب کردی باش سلام کردی و اطلاعاتت رو گفتی، اون جواب داده، حالا جابجا بشید. اون اطلاعات رو بگه و تو باید بگی که true for you or not true for you. 4. Say goodbye. بعدش میگه که خداحافظی کن. 5. Talk to a new partner. حالا میگه که با یک پارتنر جدید صحبت کن. E. Present. Present فعل هستش به معنای ارائه دادن. Who has the same answers؟ میگه که چه کسی جوابهای مشابهی داشت. Who has different answers؟ و چه کسی جوابهای متفاوتی داشت. Tell the class. برای افراد کلاس بگو. این قسمت میگه اطلاعاتی که بینتون رد و بدل شده رو باید ارائه بدید. راجع به اینکه چه شباهت‌هایی داشتی با دوستات یا اینکه چه تفاوت‌هایی داشتی. Useful phrases. عبارت‌های مفید. Discuss. به معنای بحث کردن. Hello. Hi. برای شروع ما میتونیم سلام کنیم. از hello و hi استفاده کنیم. True for me. این برای من درسته. Really? For surprise. مثلا یک فردی به شما میگه My mom is from France. بعد شما تعجب میکنی از این قضیه. میخوای مثلا تعجبت رو نشون بدی. مثلا ما توی زبان فارسی میگیم واقعا. این هم همون معنی رو میده. میگیم really و بعدش اون شخص تایید میکنه. My name is. اسم من هست. حالا میتونی اسمت رو بگی. Not true for me. برای من صدق نمیکنه. برای من درست نیست. Goodbye. به معنای خدا نگهدار. در واقع توی قسمت دیسکاس یا بحث کردن از این عبارات میتونی استفاده کنی. بخش دوم. Name is the same. Name is different. میخوای بگی مثلا اسم مشابه هست یا اسم متفاوت هست یا مثلا age is different. سن متفاوت هست. این هم میگه که وقتی میخوای یه زمانی هست شما داری با یک شخص صحبت میکنی، یه زمانی هست یه اطلاعاتی رو داری میخوای توی یک جمع توضیح بدی. این حالت ارائه یا پرزنتی که داری به این صورته. تا اینجا میتونی از این عبارات استفاده کنی که بسیار مفید هستن. اگر دقت کنید اولش هم گفتم useful phrases. عبارتهای مفید. و اینکه توی درس‌های بعدی هم چیزای سطح بالاتر و حرفه‌ای‌تر رو با هم دیگه یاد میگیریم و استفاده میکنیم. درس امروزمون به پایان رسید. امیدوارم همه مطالب رو به خوبی یاد گرفته باشید. برای تمرین بیشتر پیشنهاد میکنم حتما کتاب ورکبوک رو حل کنید و اگر دوست داشتید از بقیه ویدیوهای کانال مطلع شید کانال رو سابسکرایب کنید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک رو فراموش نکنید. See you soon!